تفلک فقط دیشب عباس رخشویی داشته. مالو چه کار لاف کنه؟ شتنی لاف کنه تا خیمیتونه. شتنی جانجاره نام خدا چیز در شیلی داره. ایبر لکه چینده سر کانه تو به خاک شه. تو بیا ایوازه که جگو کودشو به جخ کنی بگی عباس میزنی به تاثر می. ما گفتم اگه من غیخ کشم امکان داره بترسی. امکان داره بترسی؟ اما ما بترسی دو. چی می بگو؟ من دیشب تا صبح اینجا بیدار بودم. من اختلاط کردم من نانه خو. نانه من گفت برو به عباس سلام بگو نه چه گفت که توی هم شالی هم بیا بردم من بنام دایک بده. اشیلی و خزینه چی بدم؟ دایک. نانه تو به خیلی خوشی عقل کمال بخوره. خودی تو. خب. تو هم اقضا نمیفهمی که اینجا بیاد اینا که جوشته. دایک با سر خرمانه. به اینجا نیه. حالا تو من اینجا از غش خیلی بیدار کردی گفتی دایک بده. خب روزی که خرمان خود بخش میکردین شما ما امروز برفته بدیم بده رفته بدیم به جو غلط. خب من نبودم من نرسیدم حال ننه میگو برو حق خور بستو. خب با خاک که نبود حالا بیان من اینجا غش خیلی بیدار کردی میگن چی کار داشته باشه آخرا دایک بدی بابا. خب پس چی بیا بدن که تریو تو نخ کنم. بخی تارتوق بخی پچی رفیق دیشب پیام افته و سلام مقاله کردن تا صبح بیدار بودم. حالا 5 دقیقه سر خوب بگذاشتین بیاین اون اخیر بیدار کردی تو. خب بس سلام پیام تو برات بس تو اینجا خیر بودی شغال کرم نمیدادی. بیدار بودن دیشب تو بینا همه موش میکرد. آها خب همه خود میگفتی بیا وش کو. وخی گیلا گپ مفت وخی برو یک دومانی هم نمیدی. نه یک ذره نمیدم. وخی برو کاسا خراب کردی وخی. میزنه به تاثیر من اخیر بیدار میکنه. خیلی نامردی با تو بگو یک روزی بیا کمک کو خودمه. تو قصه تو. برو گیل لگام تو بگو تو میده و بیاد. تو هم مغز بزن که باد کنی. برو. فس مردی تو پیار خور بیاره. برو دیگه. حالا دیوانه هرچی بگه جمع که بگه یه. جون باشه گیلا نباشه خیریت کیف تو گیلا هیچ کی نگفتم کی نه کیف تو گفتم چیه با کیف تو شلیه چیزه نیه شلی چیه اینا میده پوخه میمونه ننه ما تشتن دل کنه گیلا شلیه من دست رو میفهم هم باشه اگه این شلی باشه ما با تا کس با کار دیگونی اون گیلا ما با طرف بودی سعی کنم میفهم با اونا دست دادم بابا معلوم نیه تو خودی میکلی بیمغز خو میمر گفتی به تو هواشناس کنی که تبیجی شیلیه هواشناس نیه شیلی شناسم گیلک من مغزر میفهم که اینا شیلی سلبی هم هسته لیلافر هم نیه تو به من یاد میدی هواشناس هم از من بیشتر نمیفهمه حالا اینا را کجا بیاوردی؟ کی؟ اینا را کجا بیاوردی؟ اینا ما 130 من ما هستیم از روی قلعه بالا 30 من البدت مرتکب درفگیری کرده بدیم ما پیرمه حالا کو سیمان؟ اینا کفت منه اینا زیباله تو گلسی تو نه 30 کیلو چی میگی تو 30 کیلو که 7 من میشه اینا 7 من هم دیگه نه من داشت یک 7 من نبود 1 لک ریفیه شرط میبنده مال پولا را 30 کیلو 7 من نیم میشه آخی اینا مال خله باشه 3 من باش شلی اینا 3 من 3 من نیمه اینا 3 من بگید تارتوق بالا کو
اینا سمانه گنده خمینه اینا 7 منیمه 7 منی باشه 30 کیلوه اگه اون مرتکه طور که داده باشه به جمع 30 کیلو به تو داده باشه صحیحه منطقه اینا 30 کیلو نه اینا خاله باشه 13-14 کیلوه 13 کیلو 14 کیلو نه 30 کیلوه حال اینا درم کرده بدیم یا ما پیار ما بزی قل سخته گیلا از جامعه که اینا رو تو نداده بدم چی؟ از جامعه که ور نداشتی اینا از کجا برمندشتم؟ من دوستم رمزون اصلا خود خور بگه اسم تو به طبع قلل رمزون ناینایه به چی خیگینه بابا ما میگی خاطر به تو بالا که خرمیه تو لغت نزنه برو بالا که بینه برو خب چرا 13 کیلو نمیتونی بالا کنی زلو خب بگی خود کله گنده خود تو بالا تو خوب کله داری فقط جوز کخ زده برو وای 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 30 کیلو بارم نیه اینا په 14-15 کیلو بارم و دام 30 کیلو به تو دادم دل تام خوشه که من پولا دروی رستونم کجا بودی شما؟ سلام علیکم خونه عمه خو بدون بابا نگو که برفتید خونه عمه خو چه شعر میستدی؟ گفت بابا برفتم یک چهار کمی تو با عمه من نگدش که بیان گفت شیوه بسته نگو خود تو خبر نده که من شعلی جوشو تف میده اگه بابا ایت سعی کنه که ما سال به 12 ما کار میکنیم مگرم به جای نریم بابا نه با وقت کار نه خب بابا جون میگم که ما مدام کار داریم خونه عمه خونه نرم خونه کاکا خونه نرم خونه خما خونه نریم دیگه نمیشه که نریم بابا چهر نمیشه برای گپ نگه ورگه برو پیش چه عباس اگه خواه بودیر بیدار کو بگو که بابا گفتم این خر رو برو سر روی خرمن که من چی خبر داره بیاره سر دیک شیلیا 5-6 خر داره بیاره بفهمیدی خب بابا برای بر نگد برو دیگه خب بابا من میرم به عباس میگم خود من سر دیگه میچینم به عباس میگم برای برو بیاره خب بده چکی ده چکی من شما گوش بنده بخوری لنشتنی نه 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 چی میخوری گیلا ها من نمیبینی رفق گاهی وقتا همین دیگه ما گوشپن میچنونم نمیگی باشه رفق خورم ببینم خیاره دیگه تایر بلیشتی بچه که نمام لالا نمام مالک پاک بخودی چکی ده شیرین بود مزه دا گیلا نستی رفته اون گونی گدهی با کفته تو بود چی بود تای تو بری گدهی تو گده ای نبود اینو شیلی بود اگوش نمیده اما بودی بیرسل شیدم چیریا کنه دیگه چیریا آه چری بوزه چی گفتی شیلی بود بجونده بودی اما اکی جونده بودی نه جان سرخی و اولی میگم بجونده بودی اما میگی حواس من پرک بودن نه دیگه گیلا چه کو میگه رست می بپوشی اما چه خود بپوش اولی تو هم عقل کمال نداری میسته به چه خودی همیشه قادم ناسن دیگه پرستو بپرسه تو همی تفل میکنی میپرونی چی راست با چی دروغ مدام میگی حالی راست خب بگو اکی جونده بدی رفت گردن به من با شگلنگ اگه من نبینی کسی سراخ شیلی گرید من میگم که گیلک بگفتم ما بجون کجیر ما با عمر مدر خب دوزی بکردم من نه خدا نکنه گیلک جون این شیلیا با از اون خالی بالا بیتون براسم هم راه میرفتن یک بار دیدم مرتقا خرمان چک میزنم چی؟ خرمان جمع میکنم بچه‌ام خیلی بدن یک بار من با مرتقا گفتم از اون خالی گفتم ماما جان من بچه بیوزنم مدرم بیویه ما نداریم خرج زندگی خود نداریم گفت تک بیا ماما جون اندازی 10 بیفیه شد براتون بسکوتی بخور خریدم بی فکره بی فیری آه خوب که دیگه لگی ما دوز نیم برا آه دوز خدا نکنه زنده بشی برو به خیر بریم سلامت بشی خوش میدی به مادر و پیار خود سلام هم بگو خوبه برو این تا پول خوبه تا کیسیم هسته میفهمم آه تا پول هسته به تا کیسیم هماله پول چی هسته؟ چی؟ پول شلیای شلیا نه شلیا کداری پیشو آه فکر میکنی من مثل تو بیعقلیم از اجا بیدمونو هرچی بی به ترگونی بجونده بیدی خودتو بگفتی که شلی بی ببرده بفرشیدی یعنی همه رو به خود خود کاکنی میکنی بوش شکم تو وقع بوشکی مشک دوغی همه رو به شکم خود کردی خدا گلک با توی شک نیه بسته میدی دیگه شلی قدیستی مردم شلی جوش تف میده از هر جا بوده برفتی بجوندی
اینا که به من ندیدی هر کی گردن به بند باشم اسم شلی رو بره بگون گیلک بجونده می بدیدم دفتر بام آمد گیلا پیغم به پیغم آمد شیر مادر البس قشنگ پیغم آمد دلم خوش بکم فداد گیلا صدیق قایم کردم مردم که هست یک دست رخ برخو میکنه تو دو دست بالی هم برخو همونم محمد کلتم بیام نگم بدیدم میگم یعنی باز این پیرانه با کجا مدل بالای پیران بابا منه گیلا فکر برو خوب کردم از این بعد اگر شیلی چیزی که بگیر تو مفته اینجا که ایشکی لی بلند برار خوربه گردم تا زمینه حال وقت کار کسی بی از این مردمه یک دم میبینی یکی از بغل جو تیری شو چی بگم بفهمیدی یک دم اگر که شیلی ملی جامعه اگه بگیر تو میاره بر میداری بده کن میای نگی که به کی فروختم که تو هم دوست میگیرم برام برار خوبه گردم نه بابا بفهمیدی خردیدی ندیدی بدیدی به توی سدی نوی دادم که برش میزد شرقی بابا تا بالش قایم کردم خب تا بالش قایم کردی یا شکم کردی نه همون بسکوت دادی بخوردم خب میگم یک چیزی از تو میپرسم تو سوال دروغ هم نگفتی حقیقت رستی گردن تو بند راست خب بگو کنار از کجا آوردی الستکی ها دیگه بودم نگفتم نه مودم یاد مبرک از تو بپرسم به خاطر دیگه گفتم زودی عادی کن به درس خب میفهمی که حال به سر ما شلوغه میروزا تو به سر مادر خود دلگی به هیچی بگی دل جمع باش گیلک دیگه تو حال از ما بشنیدی عباس بفهمیدی ما برفتم ننیمه به گستکبر و عباس سلام بگو که دایک دار بدم ما روز که دایکار بحث میکردم نبیدیم برفتیم گفتم عباس شاله خو خوی بود تشکیلی جوجه تف جایی که جوجه تف نمیدم گفتم عباس یک کم دایک بده به من گفتک نه برو من بزد سه چهار تا بخکلگی من بزد من بیرو شدم سوختم بپیچید وقتی که سوختم بپیچید اون خوی شد بعدیو لالا یک بار من سوختم بپیچید من بوجید او خوی شد بوجید به کفت خود کردم بیادم مستقیم پیش شد اینا که بیاوردم پولا من بدیدی بسکاتی هم به من بی فکری بدیدی اونم بخوردم ما جاده تو نبودی گیلک همین چه بخکلگی های که به بخکله تو زده و از یک گونی دو گونی رو میدیشتی قوت ندارم ضعیفم به استقبال خود پوچم میگم تو سویت غازی بخور سویت غازیه سویت غازی هیچ چی بخور اصلا قوت نداری همونام برار مثل گوری این نس میزدم گیلک جو از این بعد از هر جا بگیر تو میاره بیار بده کن من فقط شطور دیدی نه پولا خورم میتونه نقد بگیر برار خوب گردم بفهمیدی تا عاقبت هم میشه که تو میتونه پرنتمون دو رنگ بشی برار جو نمیشه ما که لوکا کنم خوب باسکل میخورم رخت خلاص کسی به قصه تو نی ولی اگه نانی تو به 100 سال دیگه به قصه تو باشه من میته که تور میبینم هر روزی که من تور میبینم من میره قمی راست میگی تمام همین محفلا عروسی ها جایی که تو میری میره قمی کسی تو هم نمیشناسه زنده بشی دل جمع بشی بیاری دیگه خوبه برو خداحافظ